نوید محمدزاده، ستاره سینمای امروز. ببین برخلاف قیافش که چهره خوبی نداره، یکی از سوپر استارهای سینمای ایرانه. توی یه خانواده کرد 12 نفره که خودش هم فرزند آخره به دنیا اومد. اولش میخواست فوتبالیست بشه و توی سایپا بازی کنه. بعد از اینکه چند تا فیلم قدیمی دید، عاشق سینما و فردین شد. از فوق دیپلم مهندسی عمران تا رسیدن به بازیگری که جوایز بین‌المللی مثل بهترین بازیگر جشنواره ونیز، ازدواج با فرشته حسینی، بازیگر افغانستانی تبار فیلم‌های ایرانی، فقط با یک اراده برای رسیدن گذشت. اولین فیلم نوید در میان ابرها بوده که سال 1386 بازی کرده. زندگی نوید 90% درگیر حاشیه است. از نوع لباس پوشیدنش، لهجه جدیدی که به خودش گرفته و حتی ازدواجش با فرشته حسینی. اما نوید ریشه اصیل و خاص داره، یعنی کرد بودن که خیلی به کرد بودن خودش افتخار میکنه.